سوزوکی جیمنی 3 در محصول واقعا ژاپنی. بریم ما هم بررسیش کنیم. 60 تا زدیم الان. جیمنی 3 در یه محصول تمام ژاپنیه. نسخه 5 درش هم توی بازار هست که هر دو نسخه رو راسا موتور داره وارد ایران میکنه. توی نسخه 5 دربش مال کشور هند و مونتاژ هند، مثل سوزوکی بالنو که با هم بررسی کردیم، توی یه شهر احمدآباد هند اینا رو مونتاژ میکنن. ولی نسخه 3 در همچنان از ژاپن مستقیم میاد بیرون. نسخه هستش که شما توی کشورهای اروپا، آسیا فقط همین نسخه 3 در رو میبینید، چون نسخه 5 درش مخصوص هنده و تو ایران هم اومده توسط شرکت راسا موتور. چه مزیتایی داره؟ هر دوتاشون دو دیفرانسیلن، هم دوتاشون کیفیت خوبی دارن. حتی شاید مقایسه فنی چیزی هم ندارن با هم که آقا بگی 3 در بهتر یا 5 در، نه، فقط توی طولش که حدوداً 35 سانت نسخه 5 در بلندتره که این 35 سانت خب تو فضای همون ردیف عقب و صندوقش کمک کرده. هر دوشون صندوقش کوچیکه، اون ردیف عقبش. در مجموع همین اسکیل من رو میبینید با ماشین متوجه میشید که این ماشین خیلی کوچولو و جمع و جوره. خیلی‌ها فکر می‌کنن این کپی پیست شده از نسخه جی کلاس بنزه، در صورتی که همه اینها از اف جی کروزر تویوتا، از جی کلاس، از سوزوکی، همشون از جیپ الگو برداری کردن. جیپ از زمانهای قدیم ماشین‌های آفرودی می‌زده، حالا یه چراغ گرد مربع اینا داشتن، حتی اون پاترولش همشون از جیپ الگو برداری کردن. ولی تاریخچه سوزوکی جیمنی برمیگرده به سال 1970. اولین جی کلاس بنز که مال زمان جنگ بود، اصلا طراحیش برای جنگ و اینا بود، سال 1979 طراحی شده. عرض این ماشین 1 متر و 64 سانته، طول ماشین 3 متر و 64 سانته که تو نسخه 5 در تقریبا 35 سانت بلندتره، 3 متر و 95 سانته. فاصله محوری تو نسخه 3 در 2 متر و 25، تو نسخه 5 در 2 متر و 60 سانته. قد من حدوداً 183 سانته، قد این ماشین حدوداً 173 سانته. 1 تن و 100 وزنشه. تو نسخه 5 در 1 و 200. یکی از اعداد و رقم‌هایی که تو ماشین‌های آفرودی مهمه، زاویه ورود، زاویه خروج و زاویه شکست توی ماشینه. زاویه ورود و خروج چیه؟ این که آقا این ماشین اگر مثلا جلوترین نقطه‌شو تا دم لاستیک در نظر بگیریم نسبت به زمین چه زاویه ورودی داره؟ مال جیمنی 37 درجه است، عقبش 49 درجه است و زاویه شکست داخلیش 28 درجه است. تمام این مشخصاتی که گفتم خیلی عدد خوبه برای ماشین آفرودی. ارتفاع از زمینش هم 21 سانته که این هم بازم عدد خیلی خوب و مناسبیه. بریم سراغ اینی که در کاپوت این ماشین رو باز بکنیم و مشخصات فنیش رو بهتون بگم. به رسم تقریبا فکر کنم 99% ماشینا کافیه این زبونه رو یه ذره بدیم سمت چپ تا درب کاپوت باز شه. خبری از باز شدن اتوماتیک نیست. هر کاری کردید خودتون کردید. میریم سراغ اینکه این زامنش رو پیدا کنیم، بدیم بالا. اینو میدیم اینجا. توی این موتور یه موتور 1500 سی سی تنفس طبیعیه، 102 اسب بخار قدرت داره و 138 نیوتن متر گشتاور داره. من به شخص عاشق موتورهای تنفس طبیعی هستم. نمیدونم حالا چون دنای توربو هم قبلش داشتم خیلی اذیتم کرد و چیزی که از دیگران هم شنیدم کلا ماشین‌های توربو چه خارجی چه چینی چه ایرانی همشون با بنزین ما نمیسازه. کلا توربو حساسیت‌های خودشو داره، نگهداری خودشو داره. قلباً عشقاً و روحاً عاشق موتور تنفس طبیعی ام. میخواد 1500 سی سی باشه، 1200 سی سی باشه یا 5000 سی سی باشه. این 4 سیلندر خطی رو شما میبینید، 4 تا سیلندر داره، خیلی موتور جمع و جوریه. برعکس سوزوکی بالنو که یادتون باشه حتی پالونی هم نداشت، ماشین هم پالونی داره، هم ماشینیه که شاسیای خوبی داره، ماشین دو دیفرانسیل با کیفیت. این ماشین از همه بهتر این که مخصوص و تولید ژاپنه، این از همش عالی تره و ماشینیه که راهش رو پیدا کرده به بازار اروپا. هر ماشینی رو نمیپذیرن، مثل ایران نیستش که هرچی براشون به صرفه رو وارد کنن. اونها خیلی از استانداردها رو باید بگذرونه تا یک ماشین اونجا سوار بشه. بریم برای شتاب 0 تا 100. چیزی که خود کارخونه برای این ماشین اعلام کرده برای شتاب 0 تا 100 15.1 ثانیه است. ما نمیتونیم اینو بزنیم، یعنی خیلی 15 ثانیه به این مسیر ما جواب نمیده. اگر شما موافق باشین بریم شتاب 0 تا 60 رو بزنیم، یعنی 0 تا 60 رو بهتون میگم، حالا هر چقدرم شد میریم. ببین 1500 سی سی ازش انتظار نمیره دیگه. اصلا منو به صندلی نچسبون، خودم به عقب فشار دادم. 60 رو زدیم الان. خب حالا بهتون نشون بدم. اگه
تا 100 هم تونست بره ماشین. خوب دور موتور رو دیر عوض میکنه آتیش باره. خوشم اومد. 85 تا نه دیگه به این مسیر ما قد نداد. بریم ببینیم همین شتابی که زد. حالا شما کارخونه‌ایشو بپذیرین که شتاب 0 تا 100ش 15.1 ثانیه هسته. برم ببینم شتاب 0 تا 60 که به من داد چقدره. میگه شتاب 0 تا 60 8.7 ثانیه، 8.71. ببین ماشین 1500 سی سیه، ازش انتظار یه شتاب عجیب غریب خب ما نداریم دیگه، و یه ماشین آفرودیه، ما فقط با جنبه فانش خب شتاب ازش گرفتیم. 1500 سی سی آفرودی ماشین، یه شاسی بلند کوچولوه، همه اینا رو در نظر بگیرین، اینو ازش بپذیرید. بریم ببینیم این جیمنی سدر به درد چه کسایی میخوره و به درد کجا میخوره. جیمنی سدر از نظر شخصی من یک ماشین فوق‌العاده برای مصارف شهری، 2 نفره و نهایتا یک مهمان کوچولو یا مثلا در حد جابجایی کوچیک داریم. ببین همین الان فضای صندوقش رو با من بیا ببین، کاملا یه فضای صندوق بی صندوق داری. شما هیچ فضایی نداری، این زیر فقط یه جایگاه داری و میتونی مثلا این صندلی رو خیلی راحت این بند رو بکشی بخوابونی. اینم تجهیزات فیلم برداری ماست که تو کیسه هست همیشه. یه دونم این، یه فضا اینجوری داری. حالا میتونی وسایل آفرودی فلان هر چی که میخوای بذاری. 2 تا صندلی راحت جلو داشته باشی، یا اینکه نه یه مهمان داری حداقل اینو بدی بالا و بتونه عقب بشینه. این نهایت حدیه که میاد عقب. 4 حلقه لاستیک زیرش داره که سایزشون هستش 195 80 رینگ 15. این کاملا به نظر من اگر یه برنامه آفرودی دارید برای ما خرید این ماشین، این لاستیک میشه لاستیک دموی شما، یعنی لاستیکی هستش که قطعا باید عوضش کنی با توجه به نیاز خودت. اگر مثلا میخوای بری جنگل، گل جنگلی باید بگیری. اگه میخوای بری کویر، اگه میخوای بری مناطق دریایی، با توجه به لاستیک اونجایی که بیشتر میخوای بری حتما باید بگیری. مثلا فرق هم میکنه دیگه، مثلا گل جنگلی چون امکان داره تو گل و لای گیر کنی، این گلاش گنده گنده است که هر دوری که چرخ میچرخه شروع کنه اون گلا رو پرت کردن و بتونه به مسیرش ادامه بده. ولی مثلا گلی که برای گل، منظورم این بافت روی لاستیکه، گلی که برای مثلا کویر و آفرود استفاده میشه، هم لاستیکه یه ذره پهن‌تره که توی شن و ماسه و رمل و اینا بتونه بیاد بیرون. کاملا بحثاش جداه. قطعا هر چقدر این رینگ شما کوچولوتره سواری نرمتری به شما میده، هر چقدر رینگ بزرگتره خوشگلتره، ولی یه ذره سواری شما رو خوشتر میکنه. دنیایی داره، دنیای لاستیک و آفرود و اینا. من خیلی حالا شاید واردش نشم. بدنه رو که میبینید یه پلاستیک خشک تمام این سپرش و اینا همش اومده. منم مخصوصا با اینا ست کردم، خودمو سفید مشی کردم که به ماشین بیام. ولی این چه کمکی میکنه؟ هم لحاظ ظاهری به نظر من خوشگل و گوگولیش کرده، همین که به تو داره این پیامو میده آقا اگر این بخوره بماله، تو جنگل گیر کنیم، شاخه درخت گیر کنیم، یه ور اون این بره، به بدنه ماشین آسیب نمیزنه. تقریبا 7-8 سانت بیرونه، حالا بزنیم 4 سانت، نه 5-6 سانت بیرونه و این باعث میشه که با هزینه خیلی کمی تمام آسیب های ماشین، میخواد این سپر منفجر بشه، میخواد اینا همه منفجر بشه، بهتره که ضربه بخوره، با هزینه خیلی کمی جمعش کنی. این ماشین اقتصادی، ماشین اکونومی یک کشور باید باشه. حالا ما تو ایران باید الان اواخر آذر ماه 404 هستیم، بس 3.5 میلیارد پول این ماشین رو بدیم. حالا میریم توش بررسی هم تست درایوشو میذارم، هم بررسی آپشناشو میذارم. این ماشین قراره ماشین اقتصادی باشه، ولی متاسفانه ما با بودجه اقتصادیمون نمیتونیم، با بودجه 500 تومان اگه اقتصادی باشه نمیتونیم بخریم. 3.5 میلیارد بعد پول ماشین اقتصادی رو بدید تو ایران. درد زیاده برام سراغ این ماشین، واقعا آدم هرسش میگیره. و در ادامه که شما میاید این مثلا چند تا چیزی که خود شرکت راسا موتور هم میتونه براتون انجام بده، هم تیونینگ ماشینه، شبیه جی کلاس میکنن، رنج روور میکنن، باربندهای خیلی خوشگل و جذاب آفرودی داره، نمیدونم جای باک بنزین، آب اضافه، همه چی میتونید رو ماشینتون اکسسوری اضافه بندید. چند تا چیزی که من بیسیک حتما روی این ماشین میبندم، یکی شیشه های دودیشه، چون خیلی دیگه شیشه‌اش آکواریومه، یعنی حتی یه پلم تیره نیستش که بگم آقا حالا بذارید فابریک بمونه، نه خیلی داخلش آکواریومی معلومه. دوربین دنده‌عقب، با اینکه ماشین خیلی کوچولوئه نیاز به دوربین دنده‌عقب داره. چرا؟ چون این زاپاسه یه دوربین باید اینجا باشه که آقا حداقل دنده‌عقب میای این لاستیکه رو ببینی به کجا داری میزنی. یکی دوربین دنده‌عقب خیلی واجبه.
سلیقه‌ایه، ولی من حتما یه مانیتور میندازم، یه LCD خیلی ساده داره و در ادامه دیگه چیز دیگه من باشم روش نصب نمی‌کنم، چون من آدم آفرودی نیستم، اهل همین سواری‌های معمولی هستم. بریم خیلی سریع من یه تست نشستن این ماشین رو بگیرم. اول از همه که یه در خیلی پهنی داره، خیلی در ساده است، خبری از شیشه بالابر برقی و حتی هیچ چیزی نیست، فقط یه اسپیکر اینجا داریم. ببین من الان سوار ماشین شدم. الان این صندلی اندازه من، خیلی توش راحتم، واقعا راحتم. خب کلا ماشین‌های دو در این خاصیت رو دارن که اگر ردیف عقب دارن، شما کافیه این دستگیره رو بخوابونی، در ادامه خودش صندلی میره جلو، دیگه لازم نیست همون زیرشو بکشی که این فردی که میخواد سوار شه که منم با قد 183 بتونم این پای چپ رو بذارم، یه غیر ریز بدم و برم عقب بشینم. خب حالا یا نفر بعدی میاد اینو دوباره میاره سر جاش، یا من خودم اینو دوباره میدم بالا، میارم رو همین حالت و میشینم. ببین عقبش دیگه جای پای خاصی من ندارم، پاهام کجه، خب پاهام کاملا کجه، ولی میتونم بشینم. مثلا اگه قرار باشه منو 20 دقیقه نیم ساعت تو ماشین بشینم عذاب نمیکشم، ولی اگه قرار باشه یه مسافرت بریم یا یه آفرود بریم، قطعا جای واسه ردیف عقب نشستن نداریم. بریم بهتون یکی از خاصیت‌های آفرودی این ماشین رو نشون بدم و کش اومدن کمک‌های عقب این ماشین شما ببینید. این ماشین به راحتی تا اونجا که میتونه داره به صورت عادی میره عقب. کافیه من اینو الان بذارم تو دنده خلاص و بذارم روی چهارچرخ، یعنی در واقع دو دفع یعنی دو دفع سبکشه تا دو دفع سنگینه. یه ذره میریم جلو. همینجا نگهش میدارم. میخوام بهتون نشون بدم که چقدر این ماشین قابلیت کش اومدن کمکاشو داریم. با من بیا جلو. میبینی این کمک چقدر راحت کش اومده. حالا بریم اونور. برو اونجا ببین لاستیک تا کجا رفته بالا تا بتونه ماشین رو توی صافترین حالت ممکن نگه داره. بریم سراغ تست و بررسی این ماشین. من اول از همه این باز کنم ببینم بوق میزنه. نه بالای سرعت 20 تا بوق میزنه. ببین سنسور وزن نداره، سنسور سرعت داره که سرعت از 20 تا بیشتر بشه میگه آقا کامران ایمنی تو ببند برای ایمنی خودت. اولین چیزی که توی بررسی ماشین به چشم اومد بهتون بگم، خیلی صدای موتور توی اتاق ماشینه و شیشه های آکواریومیش، یعنی شیشه های خیلی تمیز و شفافش داره من اذیت میکنه. حداقل یه دودی معمولی رو میخواد، یا حتی اگه فابریک کارخونه‌ش هم یه ذره مثلا تیره تر بود، الان ماشین ایران خودرو اینا همه داره دیگه، یه پله بهتر بود دیگه. خیلی شیشه ها صاف و ساده است. بالاخص که ماشین اون حالت جی پی و اف جی کروزیشو داره دیگه، همه چی عمودیه، شیشه جلو عمودیه، بغلا عمودیه، عقب عمودیه، کرو بودنی ما توی هیچ جای شیشه ها نداریم. ماشین کلا این حالت مکعبی داره. مطمئنا صداش برای شما هم داره میاد. ببین الان گاز میدم انگار موتور تو دستای منه دارم گاز میدم. خب صدای موتور زیاده، ازش میپذیرم. نسبت به بقیه ماشینا که سوار شدم، همین تازه همین الان که دارم سوار این ماشین میشم، مثلا 10 دقیقه یه ربع، 1 ساعت و نیم سوار تیوولی شدم. تیوولی نسبت به این خیلی نرمتر بود، یعنی توی دست اندازا نرمی بیشتری من از این احساس کردم. بازم بررسی‌های دیگه رو ببینید شما، نمیدونم، این نظر شخصی من راجع به ماشین. من احساس میکنم این ماشین نرمتریه. حالا چند تا دلیل خودم براش میتراشم. یکی این که لاستیکاش رینگش سایزش 15 و گوشت لاستیک زیادی داره. این گوشت لاستیک باعث نرمیش میکنه. ماشین روی حالت دفع عقبه و حالا اون حالت دنده سنگین و ایناش نیست، دست اندازا نرمه. دلیل سوم اینه که ماشین کلا 200 تا دونه کار کرده و به نظرم کارکرد خیلی کمیه و ماشین نو، سر حال و تر تازه است و همچنین گفتم تر تازه است، انگار میوه از پایین بخوریمش. ماشین خیلی سر حالیه. من میگم مثلا الان این دست اندازو ببینید با من، نمیدونم احساس نرمی کردی شما الان عقب بودی، احساس نرمی کردی یا نه؟ نه خب پس عقب احساس کردم ضربه زد، ولی باور کن ورود به دست انداز من احساس نرمی کردم. حتی من دست اندازا میذاره بد رفتم. میگم این حسی دیگه، من هر چی که احساس میکنم و در اختیار شما میذارم.
در مجموع فضاهای و گوشه‌های مکعبی ماشین خیلی به من راحتی و امکان اینو میده که ماشین هم راحت پارک کنم، همین که تو این همین ترافیک یا هر جا که الان ترافیک گیر کنم خیلی راحت بتونم از کنار ماشین رد شم. ابعاد ماشینم خیلی کوچولو و جمع و جوره، این خیلی به من کمک میکنه. ولی تنها چیزی که تو این ماشین منو داره اذیت میکنه قیمت این ماشینه. یعنی خود ماشین منو اذیت نمیکنه، صدای موتور منو اذیت نمیکنه، نرمی یا سفتی ماشین منو اذیت نمیکنه. قیمت 3.5 میلیاردی واسه یک ماشین اکونومی که یعنی یه ماشین اقتصادی قرار باشه برای کل دنیا که هر جوونی خواست بخره بره آفرود اشغال بکنه، اگه میخواد خیلی هزینه کنه واسه آفرود میره لنکروز و الکس 570 و پاترول و فلان و بیسار میخره، ولی میخواد یه اشغال دم دستی بکنه و لذت این ماشین کوچولو مخصوصا تو کشور اروپا میبینی. الان با یه فرمونم من دور زدم تو کشور اروپا که حالا فضای پارکینگ و جا کمه، این ماشینو به راحتی انتخاب میکنه، با حقوق 1 ماه نهایتا 1.5 ماه اینو میخره. ولی با بودجه 3.5 میلیارد تو ایران اصلا با هیچ حقوقی در نمیاد، واقعا سخت در آوردنش. پول دو تاش پول یه آپارتمان، حالا کارش کنید، کار وارد بحث اقتصادیش نمیشم، اذیت میشیم هر ماه. پول واحد تو خونه تو پردیس میمونه، تو همین شهر جدید پردیس، عدد زیادی براش. ثبت نامیش هم گرون شده ها، الان 3.5 میلیارد تو بازاره، ثبت نامش 2,700 تو بازار. یعنی اون ثبت نامی که حالا راستا موتور میذاره، اینا هم جدیدن یاد گرفتن دیگه، به صورت ثبت نامی توی سامانه عرضه نمی‌کنن، به صورت شرکتی دارن میفروشن. یعنی به نزدیک به قیمت بازار 3 میلیارد و 150 مردم پول میگیرن، بهشون عرضه میکنن، یه پولی رو به شرکت میریزن، یه پولی هم خود جدا خودشون برمی‌دارن. در مجموع بریم سراغ داخل ماشین. دریچه هاش خیلی بامزه است، طراحیش خیلی بامزه است. من این عاشق این چراغ شور جلوشم، همین که تو فشار میدم شروع میکنه این چراغا رو شستن. این ببین وقتی ماشین آفرودیه شما میرید باهاش جنگل، میرید صحرا، میرید کوه، دریا، این جاها که میرید بدنه ماشین دور تا دورش که خیلی کثیف میشه. از جاهایی که خیلی کثیف میشه چراغای جلوه و شما مثلا مخصوصا تو ساعت مثلا هم بعد از ظهر بعد چراغ ماشین دیگه چشم شماست. اینا که کثیف میشه خیلی خطرناکه. و این چراغ شور جلو با اینکه ماشین هیچ آپشن نداره، گرم کنه صندلی نداره، آینه تاشوی برقی نداره، نمیدونم سانروف و پانوراما نداره، البته تو ماشین آفرودی بهتر که نداره، خطرناکتر میشه مخصوصا پانوراما. این چراغ شور کمک میکنه که سریع این چراغا رو بشوره با فشار بالا، اون گلو بزنه بره کنار که تو حداقل مسیر تو داشته باشی. ولی تو تجهیزات اکسسوری بسیاری میتونی نصب کنی، دور تا دور این بالا رو میتونی چراغ نصب کنی، لاستیکاشو عوض بکنی، کیت بدنشو عوض کنی، کمکاشو بتونی حالا برقی بکنی، ارتفاعش بری بالاتر، ارتفاعش بیاری پایین‌تر، خیلی کارهای دیگه میتونی بکنی. ماشین یه حالتیه که شما دستت تو هر کاری که میخوای باهاش بکنی آزاده و جدای اون ماشین لذت بخش و تو دلبراییه. هنوز که الان 1 سال خورده از ورود این ماشین میگذره دیگه، هنوز ماشین چشم نوازیه. ببین خیلی هم ماشینا دیگه چشم نواز نیستن اصلا دیگه. حالا اولش قشنگ بود، همه 4 نفر نگاش می‌کردن، الان دیگه اصلا کسی نگاش نمی‌کنه، کارش نداره. ولی این جزء ماشینایی که مثل اف جی کروزر که هنوزم خوشمون میاد نگاش می‌کنیم و اینا از سال 2011 12 تو ایرانه، این جزء ماشینای چشم نواز تو دلبروه. از لحاظ مصرف سوختم اگه بخوام بهتون بگم، چیزی که حالا ما تو این نیم ساعته سوار شدیم ماشینو، به من مصرف 108 رو داره نشون میده. هم سربالای سرپایینی داشتیم، هم گاز و ترمز خیلی زیاد داشتیم. به نظر مصرف خوبیه. انتظارم البته ازش میره، یه موتور 1500 سی سی نباید خیلی مصرف زیادی داشته باشه. تازه ما یه شتاب خیلی زیادم آوردیم برای شتاب 0 تا 60. به نظر من 108 مصرف خوبیه برای ماشین و کم مصرفه. بریم سراغ داخل ماشین، آپشن‌های ماشین رو با هم ببینیم. قبل از که وارد ماشین بشیم، شما یه فضای ساده رو در یار می‌بینید. یه قاب در کاملاً مستطیل شکل رو می‌بینید. داخل ماشین رو که می‌بینید یه سری صندلی کلاً، یعنی همش صندلیاش پارچه‌ایه. خیلی جالبه. مالک این ماشین به من یه حرفی زد. گفت ببین ماشینی که من صفر خریدم، ماشین رو به حالت تک کلید به من تحویل دادن. یعنی یه دونه کلید دادن که اینجوری حالا یه در باز و بستم داره. گفتم پس کلید یدک چی؟ گفته سرویس اولیه که اومدی راست موتور انجام شد، رایگان برات کلید یدک میدیم، بچه‌ها برات بسازن بهت بدن. یعنی خود ماشین با یه دونه کلید وارد ایران شده. کف‌پایی نداره، کف‌پایی باید خودش جداگانه بخره. خب حالا چیز خاصی نیست، اذیت کننده نیست، ولی گفتم که بدون شما هم در جریان باشید. جالبه. یه فرمون داریم، خبری از دیکات و اینجور حرفا نیست. یه ذره پای من گیر میکنه موقع پیاده شدن، اصلا خیلی شاید خاصی نباشه.
کاملا صفحه کیلومتر مربعی شکل رو داریم. این دریچه های کولر اینجوری قلقلیه. اینجا خبری از آپشن ها و دکمه ها نیست، فقط چراغ شور جلو رو داره. تنظیمات آینه خدا رو شکر برقیه، چون خیلی آپشن نداره اینو باید بزنید رو چشتون بگین خدای شکرت که آینه برقی داره. تنظیمات صوتی رو دارین، تنظیمات کروز کنترل رو دارید، اینم آپشن خوبیه، و جواب دادن تلفن از روی فرمون. میان این ور اینو که سیستم فابریکشه، سیستم صوتی بدون مانیتور، حالا 7 اینچ 8 اینچ 9 اینچ، یه سیستم صوتی ساده از سی دی و رادیو اینا بهش وصل میشه. بلوتوثتون هم میتونید وصل بکنید، چون بلوتوث وصل میشه شاید دیگه نیاز نشه باشه عوض کنید. ولی برای دوربین دنده عقبیا باید دوربینتون رو از این دنده عقبیا بکنید، میام دوربین این آینه وسط رو دوربین دنده عقبیا بکنید، یا اینو مانیتورش رو عوض کنید که دوربین دنده عقبتون رو ببینید. واجبه، روی این ماشین واقعا واجبه. دریچه‌های کولر رو داریم، فلاشه رو داریم. دوباره این پایینش هم یه حالت اسپورت آفرودی سیستم کولر رو، این تنظیمات کولر رو داریم. و دیگه تمام شیشه بالابر و شیب سنج و که حالا سرعتتون تنظیم کنه شیب سنج و ESP آن و آف رو داریم. دیگه چیز خاص دیگه نداریم. درگاه USB رو اینجا داریم، شارژر فندکی رو داریم و میایم پایین سراغ دنده. یه گیربکس 4 دنده داره که تو نسخه های دنده ایش هم تو ایران اومده. نسخه های دنده ایش 5 دنده هستن، نسخه های اتوماتیکش 4 دنده هستن که توی ساده ترین حالت ممکنه دنده سنگین. و میایم اینجا دنده گونگولی داریم که حالت عادیش روی دیفرانسیل عقب هستش. کافیه شما یه روی حالت خلاص که ماشین رو روشن بفرمایین، حتما توی همین حالت بیارین رو حالت خلاص، یه تقه بدین میاد رو حالت چهارچرخ سبک، یعنی دو دیفرانسیل سبک. میارین رو یه دونه دیگه هم میارین پایین، میشه چهارچرخ سنگین که این لوگوش هم میاد توی این قسمت مانیتوریتون. ترمز دستی خیلی ساده، خبری از این دکمه نیست. احتمالاً توی نسخه چرمی شما بتونید گرم کنه صندلی اینجا داشته باشین و 2 تا جالیوانی برای حالا ردیف وسط یا عقب. در مجموع صندلی‌ها پارچه‌ای، خبری از سقف پانوراما و سانروف نداریم. تو ماشین آفرودی هم انتظاری نمیره ازش. سیستم چراغ توی این اتاق و سالن رو داریم و همین خیلی ساده. روی این داشبورد هم جالبتون میگم این ماشین 6 تا ایربگ داره که خیلی خوبه. جای این حالا جای دستگیراست که شما بگیرین تو آفرود و اینا خیلی تکون نخورین، چون به اینا خیلی اطمینانی نیست. ولی جای موبایلی هم هست، یه داشبورد خیلی کوچولو و رودریام که خیلی ساده و همه چی در بیسیک ترین و ساده. میگم دیگه این ماشین قراره ماشین اکونومی و اقتصادی باشه واسه جوونا، ولی ما تو ایران باید به اندازه خودروی لوکس باعث 3.5 میلیارد تومان پول بدیم. در پایان خیلی خوشحالم که ویدیو ما رو نگاه کردید، ما رو تماشا کردید، وقت گذاشتید. امیدوارم که از این بررسی لذت برده باشید. من سعی کردم تمام اون چیزی که بلدم و تستی که میتونم انجام بدم تا شما بتونید یه خرید راحت‌تری داشته باشید و براتون انجام بدم. اگر از این ماشین خوشتون اومد که ان شاءالله بخرید، اگر نه با این بررسی منصرف شدین، امیدوارم کمکتون بوده باشه. فقط خواسته من و خواهش من از شما اینه اگر شما هم خودرویی دارید، مخصوصا این خودروی وارداتی که ما میتونیم بررسی بکنیم و تو یوتیوب بذاریم و در کنار بقیه بررسی‌ها راهنمای خرید بهتری باشه، خوشحال میشم با من در تماس باشین.